قوم پرستی ها، نجات پرستی ها، زبان پرستی ها، انسان پرستی ها، حزب پرستی ها. این چی مصیبتیه که امروز برا انداختند؟ رسانه های مزدور و رسانه هایی که استعمار فکری کردن امت اسلامی را، اینها هم بیشتر این را شعله‌ور می سازند. افراد قوم پرست، افراد فاشیست، افراد مریض و عقده‌ای، افرادی که حقد و کینه نسبت به مسلمان ها دارند، حقد و کینه نسبت به مسلمان ها دارند و خودشان اجیرند، نوکرند، نسبت به استخبارات دنیا، به یکی از استخبارات دنیا وابسته هستند. ببینید که مسلمان ها را با چی وضعیت انداختند. قوم پرستی، نجات پرستی، زبان پرستی. فارسی زبان میایه زبان پشتو را مسخره میکنه، پشتو زبان میایه زبان فارسی را مسخره میکنه، ازبک میایه زبان هزاره را مسخره میکنه، هزاره میایه زبان ازبک را مسخره میکنه، اقوام یک دیگر را مسخره میکنن. یکی میگه تو از تاجیکستانی، یکی میگه از ازبکستانی، یکی میگه از هزارستانی، یکی میگه تو از فلان هستی فلان. این حرفای مزخرف یعنی چی؟ میدانید که انسان قوم پرست اگر بفهمه و قوم پرستی کنه، اسلامش زیر سؤاله. اسلامش زیر سؤاله. انسان مؤمن الله را میپرسته، نه قومش را. انسان مؤمن الله را میپرسته، نه افراد را. انسان مؤمن حزب پرست نیست، الله پرسته. و واقعا امروز ما این مصیبت ها را به چشم سر مشاهده میکنیم. از الله بترسید ای قوم پرست ها، از الله بترسید ای زبان پرست ها، از الله بترسید ای انسان هایی که تفرقه در میان مسلمان ها ایجاد میکنید. با والله قسم روزی در پیشگاه الله استاد میشید. قطره قطره خونی که در این کشور ریختانده میشه، شما مجرمید. شماها هستید که این وضعیت را ایجاد کردید. شماها هستید که این وضعیت و آدم کشی و انتحار و انفجار را در کشور به وجود آوردید. توی قوم پرست، توی فاشیست، توی زبان پرست، توی انسانی که به الله باور نداری، توی انسانی که به قرآن باور نداری، توی انسانی که به پیامبر باور نداری. اگر باور می داشتی، الله متعال خیلی واضح میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه شما بر ریسمان الله چنگ زنید، اما این بر ریسمان قومش چنگ میزنه. الله میگه انما المؤمنون اخوه. مؤمنین همه با هم برادرند. از هر قومی که میخواه باشه، از هر تباری که میخواه باشه، از هر زبانی که میخواه باشه، از هر رنگ و پوستی که میخواه باشه، مسلمان برادر مسلمانه. اما این میگه نه، قوم من برادر من است. پیامبر علیه السلام میگن قوم پرست از من نیست. از این واضح تر، قوم پرست برادر من نیست، امت من نیست، از جمع ما مسلمان ها نیست. بیاین افراد قوم پرست زبانشان را ببندیم، اجازه ندیم برایشان. افرادی که قوم پرستی میکنن، افرادی که زبان پرستی میکنن، افرادی که به سوی نجات مردم را دعوت میکنن، افرادی که به سوی رنگ و پوست مردم را دعوت میکنن، اینها از امت اسلام نیستند. امت اسلام از اینها بیزارند، قرآن از اینها بیزاره، پیامبر از اینها بیزاره و اسلام اینها را قبول نداره. هر کس میخواه باشه، هر کس میخواه باشه، حتی این که نام عالم بالای خودش بگذاره، حتی این که نام دعوتگر بالای خودش بگذاره، حتی این که خودش را انسان متقی و پرهیزگار بگه، این انسان بدون شک و تردید به معنای واقعی کلمه به الله و به قرآن و به اسلام باور نداره. چون اگر باور می داشت، چون این طرز تفکر غلط و خلاف قرآن و خلاف اسلام را در جامعه برای مردم تحمیل نمی کرد. الله متعال با یک صدا مؤمنین را فرا می خوانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله برای اهل مدینه میگه ای اهل مدینه، ای اهل مدینه، ای اوس و خزرج، شمایی که در دشمنی با هم قرار داشتید، شمایی که همدیگر را میکشتید، شمایی که به همدیگر تاخت و تاز میکردید به خاطر قوم پرستی، الله متعال به نعمت اسلام شما را برادر یکدیگر کرد. پس قدر این نعمت را بدانید. فاذکروا نعمت الله علیکم، قدر این نعمت الله را بدانید. و ما به عنوان مسلمان ای داریم از دایره اسلام خارج میشیم به دایره قوم پرستی، به دایره نجات پرستی. حتی انتخاب ما انتخاب قوم پرستی است، حرف ما حرف قوم پرستی است،
جلسات ما جلسات قوم پرستی است، مهمانی های ما مهمانی های قوم پرستی است، حتی کردن بی حرمتی کردن برای دیگران. به خاطر کی؟ به خاطر یک رهبر حزبی، به خاطر رهبر یکی از جریان های سیاسی. به والله قسم در روز قیامت الله از شما میپرسه، از اون آدم نمیپرسه. چی بدبختند انسان هایی که این قول یکی از سلفه و بارها خوبه که این راویزه گوش خود بکنیم. چی بدبختند انسان هایی که آخرتشان را به خاطر دنیا تباه میکنند و چی شقی و بدبختر است انسانی که آخرتش را به خاطر دنیای دیگران خراب میکنه، به خاطر که این آدم به چوکی برسه، به خاطر که این آدم به مقام برسه، به خاطر که این آدم بلند بشه از نظر سیاسی و از نظر قومی و از نظر این که خون ملت را بمکه، خون ملت را بچوشه، خون ملت را بخوره، مال ملت را بخوره، ظلم بکنه، جنایت بکنه. این در تمام جنایات و در تمام ظلم با او همدست میشه به خاطر قوم پرستی. الله متعال هدایت بکنه.